هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری در گوهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری در گوهی درم. مادرم 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 مادرم. شب زنده دارم مادرم. هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری در گوهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری در گوهی درم. مادرم 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 مادرم. ای مادری زارم، سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم، سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها، تو
تو باور میکنی یا نه؟ گشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ تو این شب آمدی خوابم، سرم رو سیله کردی. تو این شب آمدی خوابم، سرم رو سیله کردی. زیدی داری تو ما شدم. سلام ای دیل، سلام ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم بیننده ها، زیاد هستید سلامت. امروز ما در دهه آهلیکی خوشمنظره برای تبریک کردن جشن 60 سالگی وصفیاتی حاضر هستیم جامعه ما. امروز البته سورپرایزهای زیاد داریم برای شما میخواهیم پیشکش کنیم. البته با ما باشید، ما امروز بزم زیبازاد روز را آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم حاضران گرامی، السلام علیکم مهمانان عزیز. امروز در دیداربینی شما عزیزان در این کاشانه زیبای شادروان ایرکینمک سرجم آمدیم. میخواستم سراوا با سلام امروزه بزم زیبا را آغاز کنم. من با سلام حرف خدا آغاز میکنم. من با سلام حرف خدا آغاز میکنم. من با سلام روضه دل باز میکنم. من با سلام در پناه آسمان عشق تا آستانه دغدغه پرواز میکنم. ای آفتاب روشن و ای شب قمر سلام. ای موج شوخ ای صدف جلوگر سلام. من سر به پا حکایت گر می رساندنم. ای مهربانی خوش قدم و خوش نظر سلام. بار دیگر سلام و درودی به پایان پدران مادران عزیز، مهمانان عالی قدر، یکایک شما را، قدم مبارک شما عزیزان را و این کاشانه زیبا و امروز جشن زادروزی مادری عزیزی خاندان خیر مقدم هر یک قدم های مانده آمده شما عزیزان را نوری دیده تاج بر سر میخوانیم. در عرفیت سمرقند خیلی که فرمودند در تمام جامعه ما این خیلی وزمه های زیبا، این خیلی شب نشینی ها را باید برای ما فرض و قرض است برای دسترخوان پر از ناز و نعمت البته در زیر دعای نیکی کلان سالان باید آغاز کنیم. با باشد کلان سالان این اولاد و سلاله ما
کلانسالان این اولاد سلاله بایوف‌ها را یاروف‌ها را حاجی بابا را به صحنه تکلیف میکنیم. میخواستیم برای دسترخوان امروزه دعا کنند و بعد از آن امروزه بزم زیبا جشن زادروزی مادری عزیز را ابتدا بخشیم یعنی آغاز کنیم. مرحمت. پیرها گردی جهانی زندگی گردیده اند، گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیدند. مرحبا. السلام علیکم میبانان عزیز، خوش آمدین. نوری دیزد حاجی صاحب. برای امروز دم آمدیم برای من 60 سالگی چل نمون خدا عمری دراز یا رزق فراز یا چی نیت باش است نیت باش برسه. رب الله اتنا فی دنیا حسنة و فی آخرت حسنة و فی الله اکبر. باید دورمو کشان تو اعلان کمیش. رحمت. تشکر حاجی بابا. امروز روز خورسندی را مبارکباد میگوییم. مادر تو شعری بهترینی من، مادر تو شعری بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر، ایا مادر فدایت من، ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نآید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. مهمانان عزیز، امروز چخلگی قید کردیم با شما در این فصل بهار، در این باد و هوای تازه، البته در این آسمانی مصفا، در این خاندانی زیبا سرجم آمدیم. با مناسبت که امروز در این خاندانی زیبا، در خانواده شادروان ارکینمک جشن زادروز، جشن میلاد عمر خود را امروز وصفی آیتی جشن گرفته ایستادند که جشن 60 سالگی یوبیله خود را با ما و شما جشن میگیریم. البته از نام فرزندان عزیزشان، از نام دمیرکه، ماه رخسارایتی، نادیرکه، اسندینکه، کلین پادشاها، داماد، نزدیکان، نبیره ها، به هر یکی شما عزیزان خوش آمدید. قدم های مبارک شما عزیزان را نوری دیده تاج بر سر میخوانیم. زیبا نیت های نکوس، خنهای تبریکاتی ارزنده و زیبنده است. با باشد بازم باز برای خوش آمدید کردن، برای تبریک کردن کلین خاندان، برای باز یک حاجیانه که زیارت خانه خدا برای این اولاد و سلاله بسیار به شخصیت ها نصیب کرده است. برای دلبرانه نیت های نقص و نیکشان را شنیدن سخن نوبتی داده می شود. روی صحنه تکلیف می کنیم. البته از نام اولاد کلانی یاروف ها، بایوف ها و امروزه مهمانان خوش آمدید میگویند و امروزه السلام علیکم مهمانای عزیز. هم یکاتون خوش آمدین. نوری دیده تاجی صاحب. دوستکای ارکین جان هم یکاتون خوش آمده. کلین ارکام نه دوگون یکاشون هم یکاتون خوش آمده. نوری دیده تاجی صاحب. تنی که ارکین جان هم میشود و دیگر خیلی میشود دیا. کلین مولای امروز بارزی زادروزتون تبریک میکنم شما. الهی اکل سری فرزنده ها برای بخت مهان شما ساق سلامت عمر دراز رزق فراز بینید. فقط سری بچه خودم دعاگوی شده الهی. دنیا و چی که روزی نفع همه برای شما میخواهم. حتی که دلم میخواهم آمین میکنم شما هم حاجیانه شده. نیت که آمدگیم امروز ولی بعد یک یکا مشتیم میتونه الهی. پاک پروردگارا من همه شما هم که دیمهان امروز یک جایه دیدارشان داد. مهربان خدا به شکرانه ها پیغمبران به درود صلوات ها خوش آمده مهمانای عزیز. گپم یک لینه که گپ زدن نتونستم. نوری دیده تاجیسم با یک بار خوش آمده. شما یک نقص نبینم. حتی دلم نقص نبینم. بختکم مساق باشه الهی. حسین جان رحمت. از رحمت تشکر میگیم. زادروز مبارک. یک
رنگا پاشا زادروز مبارک باشد. روز تولد را مبارک باد میگوییم. دور نرفته استید و سحنه تکلیف میکنیم. دمیرکه ماه رخسارایتی نادیرکه اصلیدینکه میخواستیم 1 دقیقه شما را به سحنه تکلیف کنیم. بیمالال باشیم اگر ماه رخسارایتی مرحمت یعنی مادر جان با قوت دل شده میستیم. دمیرکه نادیرکه اصلیدینکه مرحمت. رشته خیشی داریم در این اولاد. در هر یک روزهای خرسندی در خدمت هستیم، اشتراک میکنیم. شادروان صاحب این خاندان، پدر عزیزی این 4 فرزندان، خدا رحمت کند ایدکنمک را. در کسب یکی از آن کسب‌های پرثواب‌ترین را وظیفه دار بودند که کسب پدری داشتند. کسب پدری داشتند که راه را تعمیر کرده کاری ثوابی از همه زیبا را انجام میکردند و در قلب و در وجود و در روح حسیاتی صنعتکاری داشتند. یک انسانی طبیعت زیبا داشتند. همراه از آن شیشته صحبت کردن انسان یک کیفیت اعلی میگرفت. امروز فرزندان میگویند اگر گفتند گناه است، اگر گفتند گناه است، لیک میگوییم اگر امروز پدر در نزد مادر میبودند باز زیباتر میشد و قلب ما، خانه قلب ما پر میشد. صد افسوس که یک مرگ ناعیان به یگان گپ و حرف از مابین ما پدر ما را برد. صد افسوس، ای وای صد افسوس. پدر برای ما در حقیقت قهرمانی زندگی بودند. برای هر یکی ما شرط و شرایط های زیبا را مهیا کردند. ما فرزندان باشد تا حدی امکان آرزوهای قلب پدر را عملی کردیم. لیکن اگر امروز می بودند باز هم این روز از این روز هم زیادتر می شد. برای شادروان من امروز در اینجا عکس هایشان رو می بینیم. حالا از پیش چشم نرفتن آن سرود نوازی ها زنده می سراییدند به یگان بلندگویک و به یگان آن چیزها. برای پدر می گوییم ای پدر جان بعد مرگت سینه بریانم هنوز. ای پدر جان بعد مرگت سینه بریانم هنوز. اشک ریزان دیده گریان زار و حیرانم هنوز. بعد مرگت ای پدر جان خانه ای دل خالی است. در مزار سینه ام صد آه و فریاد از هنوز. در ره چشم انتظارم لیک نمی آیی دیگر. در خیالم خنده های مست و شیدایت هنوز. روزی مرگت ای وای روزی مرگت آبی چشمم در رهی غمها چکید. ای پدر جان در غمی تو دیده گریانم هنوز. رفته به سنگی مزارت می کنم صدها علم. رفته با سنگی مزارت می کنم صدها علم. بشنو آخر آهی دل را صد عصر دارم هنوز. از زمین تا بر سما فریادی من کیها رسید. کی رسد بر گوش تو که با دلی چاکم هنوز. خدا رحمت کند ایدکنمک را. می گفتند دنیا گذران است، غم دنیا گذران است. البته آن لحظه ها را در اینجا سوی زرورقان تاریخ مهر ساختند. کمی باشد امروز یادآوری کردیم روحشان شاد است. امروز در این خاندان خرسند هستند و البته حاضر یک آهنگی که از طرف پدر عزیز خاندان سراییده شده است روی سرورقان تاریخ مهر شده است پیشکشی شما میکنیم. البته مادر عزیز زادروزتان مبارک. همیشه جای پدر و مادر شد در سر فرزندها دعاگوی شده گردید. مرحمت سرود پدر را یک جای گوش میکنیم. مرحمت.
هزاران فرزندان عزیز بعد از مرگ پدری بزرگوار خاندان، خداوند کریم در حقیقت روح و ارواح گذشتگان را شاد کند، آخرتشان را آباد کند، گروهایشان را منور گرداند. امروز باشد عزیزان از آن آسمان دعا میکنند، خرسند هستند که در این خاندان زیبایشان فرزندان خوشبختانه زندگی میکنند و البته در این خاندان بزم است. ما باشد روی صحنه بار دیگر حافظان خوشاواز را تکلیف میکنیم، یک جای در زیر سرودهای دلانگیز آنها میرقصیم و خرسندی میکنیم، شادیانه میکنیم. زاد روز مبارک. مرحبا. شد منور از کدامی دستان کاشانه ام، خانه فانوس است و مهمان، شمع و من پروانه ام. میگوید امروز فرزندان عزیز برای مهمانانی مادری مهربانشان. ما باشد عزیزان میخواستیم در این عین دقیقه ها در گواهی شمایان مادر مهربان و اصفیایتی را در جشن زادروزشان تبریک گوییم. مادر جان عزیز نزدیکتر میستیم. ما رخسارایتی کنی شما یعنی مادر جان ما نزدیکتر میستیم. مرحمت دمیرکه نادیرکه شمایان را اصل دینکه شما را نیز تکلیف میکنیم و نزدیک مادر مهربان نزدیکتر میستیم. مرحمت
مادر عزیز زاد روز مبارک روز تولد را امروز میلاد عمر را مبارک باد میگویم خدا کند که دم پیری و دولت پیری را دیده در سر فرزندها همیشه صحت سلامت باشه امروز فرزندان عزیز میگویند ما شکرانه خدا را میکنیم شکرگزار هستیم که برای ما آن نفری که ما را به دنیا آورد شیری پاکش کردی با وای رساند و همیشه راستی و حلالی را برای ما آموزاند تا دنیا باشد مادری ما یگانه انسانی که بعد از خداوند باوری داریم یگانه انسانی که هر صبحی سحر برای زیبا گشتن و فراوان گشتن حیات ما دعا میکنند مادر است در زیر قدم های مادر پیغمبر خدا هم فرموده است بهشت میخوابد همیشه صحت سلامت باشد هیچ وقت درد و غم دنیا را نبیند همیشه در سر ما سایبان باشد برای مادر مهربانم برای زیباترین زنی دنیا رسانید میرسد فورم و گوشم الله‌های مادرم میرسد فورم و گوشم الله‌های مادرم زندگی رنگین برایم با دعای مادرم روزه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست شادی های روزگاری من عطای مادرم زیر شهوال محبت های او گشتم کلان گیر مو بر دیده مالم خاک پای مادرم پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام کیستا گویم چی کردم من برای مادرم امروز فرزندان عزیز بنا یک دکتر نزدیکتر میستند نمیرکه مرحمت با رخسارایتی نادیرکه از دیدینکش من رو تکلیف میکنیم و نزد مادرجان نزدیکتر میستیم همیشه در سر انهمین قناتها در سر انهمین گوهرکانی چشم سایبان باشه هیچ وقت در غم دنیا را نبینید خدا کند اگر مانند انمخیل حاجی ها و زیارت کعبة الله رفته آمدند حاجیانه شدند در این خیل روزهای خرسندی در حج عاشقان در این کاسانه های زیبا همراه شمایان وام خوردن نصیب کنند شما را تبریک کردن نصیب کنند امروز روز خرسندی را روز تولد را مبارک باد نوبهاری دلکشایم مادرم قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم من ز لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال برق فکری روشنی دیده های مادرم الله‌های فورم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی با بقایم مادرم بر قدی خم گشته و چین و جبینت جان فدا اول و انجام من صبح و صفایم مادرم مادر عزیز میلادی عمر مبارک حاضر منه نمیرکه نادیرکه از دیدینکه میگویند خدا را شکر که این خیلی مادری زیبا از همه زیباترین زنی دنیا برای ما مادر است نصیب باشد اگر انمی کاشانه زیبا با ما آرزو کردیم در قلب آرزو داریم انمی مادر مهربان ما و زیارت کعبة الله فرستاده انمی ما حج عاشی های کلام میکنیم در دل ما آرزوی کلام داشتیم همراهی پدر فرستاندن لیکن ارمانمان آن ارمان را مادرم عملی میکند همیشه صحت سلامت باشم برای مادرم در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین را که با نام کتاب قرآن است همچون هدیه تحفه آماده کردیم مهمانان اگر قرضکی بخواهد زنن اگر برای بهشت خاندان ما میسپاریم مرحمت کتاب قرآن را پیشکش میکنیم مبارک باشد زاد روز مبارک مبارک باشد
باشد. زادروز مبارک. میلاد یوم راست. تن صمیمانه تبریک میگویم. مبارک باشد. البته یک تا سخنهای تبریکاتی فرزندان رو میشنویم. دمیرکه از کلان ها شنویم. مرحمت. دمیرکه نزدیکتر میستیم یعنی مادر جان. السلام علیکم. سلام صبح سعیده. نامه حضور نمایشیم. روزدار سال 80 تبریک بکنم. هزار رحمت. نادرکه مرحمت. نادرکه نزدیکتر است دینکه مرحمت. برای مادر چقدر سخن گوییم کم است. نیت‌های نقص و نکرار و البته تحفه های ارزنده را برای مادر می‌سپاریم از نام فرزندان، از نام اصلی دینکه، از نام دمیرکه، نادرکه، انگشترینی طلا، گوشوارهای طلا برای مادر مهربان قرصک زنه می‌ارزد مادران عزیز. مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. یک شبرنجه که مادر میکشد صدها توفه ها کنه میلرزد. مبارک باشد. مهمانان عزیز ما در اینجا باز یک سورپریز داریم. پیش از سورپریز را اعلام کردن از نام شادروان برادرشون از نام جمشیدکه در اینجا سراجکه گلدسته را برای همچنانی عزیزشون میسپارند. مبارک باشد. مرحمت توفه را قبول کنید. مبارک باشد. البته دوستان عزیز سال دوره را میکشویم که در اینجا باز یک سورپریز ما است. دوره را وسیع تر کشویم تا مهمانان ببینند. مهمانان میخواستیم جایهای خود را اشغال کنید. مرحمت و جایهای خود شینید ها. مرحمت. اما جان ها جمهوری ازبکستانی عزیز ما حافظی خوشحال است. امروز در خدمت ما هستم برای تبریک کردن امروز مادر مهربان آمدن. آتابک جان عبدالعلیف با سرود مادر روی صحنه تکلیف بکنیم. مرحبا. مرحبا. به جایهای خود میگذاریم. خوش آمدن میگویم. درد barmoqda jonimni o'rtab dilda armon ezmoqda yana duo qilib tursangiz yorab hali uzoq yashayman ona dard bormoqda jonimni o'rtab dilda armon ezmoqda yana duo qilib tursangiz yorab hali uzoq yashayman ona xayolimda gullar teraman qirqadirda quchoq keraman o'lmaslikka va'da beraman hali uzoq yashayman ona xayolimda gullar teraman
qadrga quchoq kelaman, o'lmaslikka va'da beraman. Hali uzoq yashayman ona, hali uzoq yashayman ona, hali uzoq yashayman ona. Duo qilib tursangiz yora, hali uzoq yashayman ona. Dunyoga ham boqqanim bordir, yarim jonim chiqqanim bordir, Xudoyimga yoqqanim bordir, hali uzoq yashayman ona. Dunyoga zor boqqanim bordir, yarim jonim chiqqanim bordir, Xudoyimga yoqqanim bordir, hali uzoq yashayman ona, hali uzoq yashayman ona, hali uzoq yashayman ona. Duo qilib tursangiz yora, hali uzoq yashayman ona. Faqat sizga dardim yoraman, garchi xasta dili yuraman, hajga o'zim olib boraman, hali uzoq yashayman ona. Faqat sizga dardim yoraman, garchi xasta dili boraman, hajga o'zim olib boraman, hali uzoq yashayman ona, hali uzoq yashayman ona, hali uzoq yashayman ona. Duo qilib tursangiz yora, hali uzoq yashayman ona. Onamizga guldiroq qarsaylar bo'lsinizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum onajonlar, mehribonlar. Bugun Rossiya onamizni tavallud ayyomlari 60 yilligingiz muborak bo'lsin. Asliddinjon, Nodirjon, barcha farzandlaringiz nomidan men sizni tabriklayman onajonim. Lekin bog'imni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ilohim mana shu nabiralarini, farzandlarini baxti kamolini ko'rib yuring. Zodarzadon Borak Shavat Nodirjoni aziz sari farzand opa sog' salomatga gardid iloyim. Men azizomay mana farzandadon Asliddinjon Jo'rem, Domashon Mashmet tabrik میکنم. barcha anamjashdagi modaroni azza yak raqsga taklif میکنم. Sirday shuh برای شما mushid onajoni, modarjoni azizam. Salomat bo'lishid, sad badorit. Ming shukr ki onam bor mana. Onajon, ana ko'rib sizni.
olaman, odam hoji olaman. Jannatim kalitiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz, olam mening. Jannatim kalitiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz. Armon bilim sindirib, yelkam uzra mindirib, Karbani aylantirib, onam hoji bo'laman, otam hoji bo'laman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, inshirin tashvishim shu. Onam hoji bo'laman, otam hoji bo'laman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji bo'laman, otam hoji bo'laman. Onam mening, jannatim kalitiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz, onam mening. Jannatim kalitiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz. Shu uy tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavob qilib Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, dinga qo'llarim tikib, kaftimda zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannatim kalitiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz, onam mening. Jannatim kalitiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz. Onajonim jannatim, dilda sira ko'zachim, boshimdan sadim, chekisiz ko'rnatim. Onajonim jannatim, otajonim jannatim. Hasbi robbi jallalloh, mafi qalbi g'ayrulloh, nuri Muhammad sallalloh, la ilaha illalloh. Saddatrona tabrik mehmoni. Gul berdi barma xor asbodan, dunyo va chashmam tor asbodan. Bolidu bizda dar xola betum, tul ajdaho xor asbodan. Onajon tabrik etdim saddatri. Do'stimiz Rahmatli Erkinjonda xonadonda ajoyib kun oilalar 60 yoshga to'lgan shu yaxshi do'stimiz mana bu kunlargacha farzandlari ko'rsin yaxshi kunlarda Alloh uchun shu to'ylarimizga Allohning barchamizni bir tarafda olamamiz. Ortguncha dunyodamiz. O'sha bugun sog'liqlar bilan to'ylarimizda borib shu ajoyib so'zlar gapirib, she'rlar aytgan. Bu xonadonga mingta she'r aytsam, o'sha mehmon bo'lsa ham kamdir. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Bolalarimiz 60 yoshga kirdi, iloya uzoq yillar mehmon ham 50 yosh qo'shimcha so'radim. Yo'q, 150 yoshga kirsangiz deyman. Farzandlaringizni, nevara-chevaralarimizni,
nevaralarni ko'rib, tarbiyalab boshiga sog' bo'lib, xonadorimizda yaxshi kunlar hamisha bo'lsin. Fayz barakot bersin, tinchlik, omonlik bo'lsin, dasturxonda bol ko'rishlik bo'lsin. Shunday yaxshi kunlarga yetkazsin deb duo qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'p aytolmayman, endi qattiq odamni tutolmayman o'zimni. Uzr, rahmat. Mana bugungi bazmimiz, bugungi onajonimiz Shukrona kuniga qo'shni Qashqadaryo viloyatidan aziz mehmonimiz tashrif buyurgan va albatta shu qo'shiqlar sadosi ostida har bir so'zimiz isboti bilan deyishadi. Bugungi jami mehmonlarni o'yin ko'rga raqsga taklif etamiz. Birgalikda raqsga tushib bugungi shodiyona kunimizni oliy darajalarga ko'tarib o'tkazamiz degan umiddamiz. Marhamat, shu qo'shiqlar sizlar uchun birgalikda o'ynab qolib raqsga tushamiz. Bugungi Shukrona kuni yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Marhamat.
از نام این اولادها، از نام این سلاله ها خوش آمدتان میگویم. من در اینجا معلم یار محمد و همینجا هستن، استادی من، خدیجه من، همراهی من نزدیکتر ایستاده. البته نیت های نغز و نیک را میشنویم، بعد از آن باشد البته مراسمی تاردبری رو میکنیم. مرحبا. السلام علیکم همه خیش و تبارها، همه شمایان را به این خاندان پرفیض، بر خاندان همسیفی عزیزم، نمک بچم، یک شخصی که در حق وی گفتم بسیارم چی است، شخصی که اولاد دوست، جدای هم شخصی به مهر و به اخوه قدر کردن انسان را میدانست و او یک شخصی دریادل بود. ارکین جان خوش آمدید، همه یک شما را خوش آمدید میگویم. حاضر یک چیز را گفتنیم، سعدی میگوید که دوستان سه قسمن گر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. بنانی نام بده از در بیرانش، نوازش کن به دوستان زبانی. ولیکن دوستی دانی را به دست آر، و جانش جان بده گر میتوانی. من البته گفتنیم که در اینجا حاضر همه دوستان جانی و سویکیلون و 4 فرزند عزیز او و خش و اقربه های ارکین جان جمع آمدن. همه آنها را باز بار دیگر خوش آمدید میگویم و سویکیلون شما را با امروزه جشن از نام همه خش و اقربه ها، از نام جیان ها، از نام ینگه ها، همه خشان تبریک و مبارکباد میگویم. پروردگار چقدر عمر دادگی باشد، صحت و سلامت همون عمر را در احاطه فرزندان عزیزتان، در احاطه نبیله و ابیله هایتان گذرانید. الهی 100 ساله شوید، مانند همین اوسون ها، مانند خواروس، مانند دیگر خش و اقربه های نیوره های یاربه ها و خانه کعبه رفتن نصیب کند، حاجیانه شوید الهی. و دمیر جان، نادر جان، اصلی دین، گلرخسار و همه کیلون ها رحمت کلان میگویم که امروز وصفه کیلون را قدر کردن و روزی زادروزی مادری مشفیق را جشن کردن. الهیم هیچ وقت دست کمی را نبینن. البته اینا فرزندان انمو پدر بزرگوار بودن که شخص را قدر کرده میتوانید. برای من میگن که ما طریق دوستی از دوستان آموخته ایم، قدر گل در بوستان از باغبان آموخته ایم. عالم و آدم شناسی را به عمری خیشتن، ما از رفتار بزرگان جهان آموخته ایم. انمی 3 پسر عظمت ارکین جان آدم دوستی را، حرمت و عزت همدیگر را از پدر بزرگوارشان آموخته بودند. دلیر، دمیر جان، اصلی دین، نادر جان، الهیم سلامت باشد. شما که چخلی مادری مهربان را قدر کردید، دوستانی پدر عزیزتان را امروز در خاندانتان در گردی همین در سرخانه‌های پرناز نعمت دعوت کردید. الهی منمی فرزندان شما آینده شما هم خلین حرمت و عزت کنند. ارواحی انمو پدر عزیزت، ارواحی باباها، کوشه باباهای آنهایتان شما را همه وقت قله کنند، همه وقت برکی کار و کشایش کارتان اتیاد گجایی باشد. الهی ساق و سلامت باشد.
همه شما را خوش آمدید میگویم وصفه کلون الهیم 100 ساله شوند. رحمت تشکر زادروز مبارک روزی خورسندی را مبارک باد میگویم. البته حاضر صورت‌های شوخ میشود یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم. پیش از آن باشد اگر تارت بوری را میخواستیم همراهی امروز صاحب جشن ها برگزار کنیم. به نزد مادر مهربان فرزندان عزیز را تکلیف میکنیم. یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت دمیرکه نادیرکه اصلی دینکه مرحمت با رخسارایتی یک جای شیرینی را میبریم. کلین های نازنین مرحمت شما را نیز تکلیف میکنیم. از شیرینی امروز مادر عزیز بهره‌مند میشویم. مرحمت زادروز مبارک روز تولد را مبارک باد میگوییم. مبارک باشد میلاد عمر مبارک. مبارک باشد. مرحمت همه ما یک آینه شده همراهی مادر عزیز فرشته خاندان شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر. برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. البته اگر باشوی عزیز زادروز مبارک روز خورسندی را مبارک باد میگوییم. امروز از همه خوشبختترین زنی دنیا هستید که این خیل فرزندها این خیل قناعت دارید. دمی پیری و از های دستان لرزان شما می شوند. همیشه در خدمت شما هستند. در سر شما تاج زرین می پوشانند. امروز روز خورسندی را میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. خدا کند که حاجیانه شوید. 120 ساله شده در سر فرزند و نبیره و ابیره ها همیشه دعاگوی شده گردید. دعای مادران به یگان شبه مستجاب می شود. حاضر باشد با راهبری شما تمام خویش و اقربا تمام نزدیکان را و دل نزدیکان امروز حاضر هستند شده. از آغاز امروز محفل در خدمت هستند خواهرکان از نام اولاد کلان ابراهیم افکار از نام اولاد کلان شادروان خوبشد بابا معلمه عزیز و زبردست دهه آهلی معلمه ابراهیم را میخواستم تکلیف کنم. نیت‌های نفس دیگرشون را شنویم. مرحمت معلمه نزدیکتر میستیم. امروز روز خورسندی خواهر است. اینها جهان دیده هستند. خیلی که هوس میکنم به این خواهران. هر کجا که باشند یک جای سه خواهرکان تمام روی دنیا را دیده دور زده میگردند. خدا خواهد به خاندان خدا هم انامخیر یک جای رفت آمدن شما نصیب کند میگویید. مرحبا خویشاوندان عزیز من از این فرصت امشب استفاده برده خواهر عزیزم که به جای مادر هستند آیتیما از فرصت امروز استفاده برده با این روزی زادروز شما تبریک و تحسینیت ها گفته اولا به خواهر عزیزم صحت و سلامتی عمری دروزی به درد به غم آرزو دارم. همه وقت
در زندگی هم خیلی خوشبخت خوشدل هم خیلی زیباترین باشم. خواهرتی عزیز من معلمه بیو الهی عمرت رو درام شد داری بچه ها ببینیم بیدر شد بیغم شد همین قبلی ها کرد فقط توی تماشا کن فقط انم خیلی خورسندی ها شد حضوری بچه ها دادیم روی امرای ارگینگاه هم ماهونه باید من بیا کن و خانق من آدم ناز دار فلشکلا büyümüş tamam mı Hüseyin? عمرت رو درام شد قدم فرار شد حضوری بچه ها ببین الهی فقط روزکای ناز وقتی موقع صبح باشه خدا بابا مرحبا. جهان هم در چنین روز غلام است. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، اجازت میدادید من از نام خودم از نام اهل اویلا خدا را با این روزی فیروز با روزی تولد تبریک و مبارک ها میگفتم. میخواستم که همیشه خوشنود باشم، خرسند باشم، چی نیتی که در دل دارم آرزوی عمل باشم. رحمت کلام سلامت باشیم. از جویا می رقصیم خورسندی میکنیم. امروز جشن مادری عزیز رو تا صبح خدا خواهد دوام میدهیم. مرحمت سرودهای شوق برای شمایان می رقصیم خورسندی میکنیم. مرحبا.
بیننده های عزیز، تماشابینان ما امروز بزم زیبا روزی زادروزی وصفی‌های کرام با یک درجه اعلا گواه آن گشتید که با یک درجه اعلا گذرانده همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر وقت خاطر رسان میکنیم در این خیلی روزهای خاطرمان و تاریخی جماعه ما جماعه شهرنام این خیلی لحظه های شما را با یک درجه اعلا و شاهانه میگذارانیم و پیشکش شما میکنیم. با ما باشید با شبکه شهرنام خود را احتیاط کنید.